واکنش‌ها بعد تخریب آرامگاه احمدشاه مسعود، طالبان انجام این کار را از سوی نیروهایشان رد کرد. اعلام نتایج کانکور در حاکمیت طالبان بدون حضور بانوان در 10 رده نخست اعلام شد. واکنش‌ها با بازداشت زنان معترض توسط طالبان، کاردار سفارت امریکا خواستار رهایی ظریف یعقوبی از بند طالبان شد و ایران تایید کرد که به روسیه پهپاد داده است. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است نشان می‌دهد که سنگ آرامگاه احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، بار دیگر تخریب شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دست کم 2 بار دیگر بر این آرامگاه آسیب‌های وارد شده است. هنوز روشن نیست چه کسان دست به تخریب زدند. پیش از این یک بار حفاظ شیشه‌ای مقبره احمدشاه مسعود شکسته و بار دیگر سنگ آرامگاه او تخریب شده بود. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که تخریب سنگ قبر احمدشاه مسعود از سوی نیروهای آنان شایعه و دروغ است. او افزوده که طالبان به نیروهای خود اجازه نمی‌دهند که به کسی توهین کنند. این در حال است که تخریب آرامگاه احمدشاه مسعود واکنش‌های تند سیاستگران را نیز به همراه داشته است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به تخریب آرامگاه احمدشاه مسعود، قهرمان ملی، گفته است که توهین به شخصیت‌هایی که در دل مردم جای دارند نه تنها به کاهش محبوبیت آنها کمک نمی‌کند، بلکه باعث نفرت نسبت به مرتکبان این گونه اعمال شنیع می‌شود. همچنان عطامحمد نور طالبان را عامل اصلی این کار عنوان کرده و افزوده که جنگ طالب جنگ علیه زبان اقوام و هویت تاریخی آنان است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در واکنش به تخریب آرامگاه احمدشاه مسعود از طالبان خواسته تا توجه جدی در قبال حفاظت از مقبره‌های رهبران پیشین جهادی داشته باشند. احمدشاه مسعود، وزیر دفاع سابق افغانستان، یکی از مخالفان سرسخت طالبان بود. گروه طالبان در دور اول رژیم خود به دلیل مقاومت احمدشاه مسعود نتوانست ولایت پنجشیر را تصرف کنند. در ماه ثور امسال نیز ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افراد طالبان به صورت گروهی در آرامگاه مسعود می‌رقصیدند. این اقدام با واکنش‌های گسترده مواجه شد و شمار زیاد این رفتار طالبان را مخالف ارزش‌های اسلامی و فرهنگی عنوان کردند. اداره ملی امتحانات تحت مدیریت طالبان امروز نتایج کانکور 1401 افغانستان را اعلام کرد، اما امسال نام هیچ دختر در فهرست 10 نفر برتر آزمون کانکور دیده نمی شود. این در حال است که بیش از 400 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن و مکتب را ندارند. از سوی هم در 2 سال گذشته 2 دختر اول نمره کانکور سراسری شده بودند. طبق اعلام نتایج، سلیمان ولد غلام جیلانی از لیسه سلطان غیاث الدین ولایت هرات با کسب بیش از 355 نمره برنده مقام اول آزمون کانکور امسال شده است. محمد شبیر ولد ناظر حسین از لیسه خاتم النبیین ولایت کابل و هدایت الله ولد عبدالمنان از لیسه رفال ولایت هرات کسانی هستند که به ترتیب در رده‌های دوم و سوم نتایج کانکور دیده می‌شوند. برندگان مقام‌های اول و سوم به دانشکده طب معالجه‌ای هرات و برنده مقام دوم به طب کابل را یافتند. در آزمون کانکور امسال بیش از 106,000 پسر و دختر اشتراک کرده بودند که از این میان حدود 86,000 تن کامیاب شدند. در ادامه واکنش‌ها مبنی بر بازداشت ظریف یعقوبی و 4 تن دیگر در افغانستان، ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی این بازداشت شدگان شده است. کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان که در قطر فعالیت دارد، خواستار آزادی ظریف یعقوبی و 4 فعال دیگر از بند طالبان شد. کاردار سفارت آمریکا امروز شنبه 14 اکرب تاکید کرده است که ایالات متحده هرگز از حمایت از حق زنان برای زندگی، کار و تجمع در صلح دست نخواهد کشید. بازداشت این شمار فعالان با واکنش‌های گسترده به همراه شده و با گذشت 3 روز از گرفتاری آنان از سوی نیروهای طالبان از سرنوشت آنها خبری نیست. این در حال است که طالبان پیش از این هم بارها زنان معترض را بازداشت کرده و درباره بازداشت آنان چیزی نگفتند. ایران تایید کرد که تعداد پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، حسین امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران روز شنبه 14 اکرب گفت: ما مقدار معدود پهپاد ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. حسین امیر عبدالحیان گفت که تهران و کیف در حال رایزنی درباره مستندات استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین هستند، اما این گفتگوها تا اکنون به نتیجه خاص نرسیدند. اوکراین در هفته‌های اخیر بارها از عملات روسیه با استفاده از پهپادهای شاهد 136 ایران به شهرهایش خبر داده بود.
جمهوری اسلامی ایران بارها تامین تسلیحات نظامی به روسیه را انکار کرده بود. به گفته وزارت دفاع اوکراین، این پهپادهای ایرانی در حالت جدا شده ارسال و پس از ورود به روسیه نصب و رنگ‌آمیزی شده و علامت‌های روسی روی آن نصب می‌شود. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته که به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، تحریم‌های بیشتر را علیه ایران اعمال خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 13 اکتبر در یک نشست خبری در شهر مونستر آلمان گفت پهپادهایی که ایران به روسیه داده شهروندان غیر نظامی اوکراین را می‌کشند و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور را تخریب می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا افزود پرسنل نظامی ایران نیز در کریمه به روسیه در انجام این حمله‌های وحشیانه کمک می‌کنند. روزنامه فرانسوی فیگارو نیز به نقل از اینستیتوت اطلاعاتی امنیتی سوفان گزارش داد که صدها پهپاد موسوم به شاهد و مهاجر را که دارای موتور اتریشی هستند در اختیار روسیه قرار داده است. افزون بر این، گروه اطلاعاتی میگوید که ایران صدها موشک سطح به سطح موسوم به فتح و ذوالفقار را با قدرت پرتاب 300 تا 700 کیلومتر را برای روسیه فراهم کرده است.